اداره گمرک کراسنویارسک روز 7 فوریه خبر داد که کارمندانش در فرودگاه این شهر واقع در قسمت شرقی منطقه سیبری روسیه از بغوج مسافری که از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به کراسنویارسک آمده بود 139 قوطی عطر پیدا کردند. سخنگوی باجخانه کراسنویارسک آنا پاماسکینا گفت شهروند 20 ساله تاجیکستان برای گذشتن از نظارت گمرکی از رورو سبز استفاده برد و با این اعلام کرد که او با خود مالهایی که باید اعلامیه گمرکی شوند ندارد، ولی هنگام تفتیش گمرکی در فرودگاه از بغوج او 139 قوطی عطر استحصال ترکیه و امارات متحده عرب یافت شد. کارمندان گمرک این همه عطریات را مصادره کرده به ضد جوان تاجیک بر اساس قسم یکم ماده 16 کودکس حقوق ویرانکاری مأموری روسیه پرونده مأموری گشودند. به وی بر اساس این بند قانون برای در گمرک نشان ندادن مالهای با خود آوردهش همچون جزا جریمه به اندازه 2 برابر مالهای از او گرفته شده با و یا به مصادره این مالها تهدید میکند. متخصصان ارزش عطریات از این جوان تاجیک گرفته شده را در بازار نزدیک 90,000 روبل برآورد کردند، یعنی به او جریمه به مبلغ تا 180,000 روبل معادل تقریبا 2400 دلار تهدید میکند. جوان تاجیک ضمن بازجویی گفته است که این عطریات را با خواهش یک دوستش از تاجیکستان آورده بود و می باعث بعد برآمدن از فرودگاه به یک کس دیگر میداد.